به نام خدا میرسیم به درس 14 از کتاب 504. واژه اول آنرلی. آنرلی یعنی سرکش، یاغی. خب بریم یه یادیار براش بذاریم. خودش داره میگه آن روی اون چی؟ اون روی زیادی داشت، سرکش بود، یاغی بود. یا اون روشو ندیدی؟ خیلی آدم آنرولیه. آره بهتره نه؟ آقا تو اون روشو هنوز ندیدی. اون روشو هنوز ندیدی. هنوز ندیدی. ایشون خیلی آنرولیه. یعنی چیه؟ یاغیه. آنرولیه. خب میایم سراغ واژه دوم. بخونید این رو. رایول یعنی رقیب. رایول یعنی چی؟ رقیب. خب ایوالا داره. چی داره؟ ایوالا داره. چی داره؟ ایوالا داره. این رقیب ما خیلی قویه. چی داره؟ ایوالا داره. ببین من یادیار رو فقط می‌نویسم. تموم شد. ایوالا داره این رایول من، رقیب من. واژه بعدی رو بخونید. ویولنت. میدونی چرا میگم اول شما بخونید؟ میخوام یه بار تلفظتون شما تست بکنید، بعد تلفظ صحیح رو بگین. وایلنت. خشن، خشمگین. چه پیشنهادی میدید برای یادگیری این؟ میتونیم از لنت ماشین استفاده کنیم. زمانی که لنت ماشین تمام بشه صدای وایلنتی میده. صدای خشن. خب نمیتونیم بگیم ویولن نمیتونیم. ویولن اصلا صداش وایلنت نیست. اصلا وایلنت. خب پس این بهتره فکر کنم. ویولن یا ویولون صداش اصلا ویولنت نیست. بچه‌ها باید این یادگیری که میگیم این جمله رو بنویسن که یه بار در ذهنشون این جمله بچرخه. ما اینجا نمی‌نویسیم، نمی‌خوایم وقت بگیره. واژه بعدی بروتال میشه وحشی، خشن. خب اینو چه پیشنهادی میدید؟ من دیگه پیشنهاد نمیدم، قبل پیشنهاد دادم رد کردی. نه خب حالا اینا رو بگید. بروتال اسم یکی از مهاجمای چیز بود، فوتبالی بود. خب براتلی بود که فوق العاده خشن بود. خب همه که بلد نیستن اون مهاجم. خب من خودم بلد نبودم. خب نمیتونیم اینو بگیم برو تل آویو. چه یکی از شهرهای رژیم صهیونیستیه که اشغال کردن و خیلی هم وحشی هستن. خیلی چی هستن؟ وحشی هستن. اگه وحشی نبودن که اون شهر مال مردم رو اشغال نمی کردن. برو تل آویو ببین آدم های بروتلی هستن، چون چیکار کردن؟ شهر فلسطین رو گرفتن دیگه، اشغال کرد. بروتال. پس این اوکی دیگه، خودش داره میگه برو تلفن بزن، وحشی نباشی. نمیتونی بگی. آره. خب opponent یعنی نمیشه رقیب. این چه بگیم؟ اوپن. آره اوپن آشپزخونه هست. مثلا آشپزخونه های اوپن رقیب جدی برای اون آشپزخونه قدیم بودن، طرح قدیم بودن. آفرین، این خیلی جالب بود. آفرین. آشپزخونه های اوپن اپوننت طرح سنتی بودن، رقیب طرح سنتی بودن. واقعا شکستشون هم دادن. پس ما از توی میتونم اوپن رو در بیارم و بگم آشپزخانه های اوپن. پس این میتونم آشپزخانه های اوپن اپوننت جدی بودن برای آشپزخانه قدیم سنتی. و حذفم کرد. الان دیگه اوپن همه دارن دیگه. جدیدن هم جزیره اومده دیگه، اینم داره، اینو می‌داره کنار. براول یعنی چی؟ یعنی جر و بحث، درگیری. خودش داره میگه برو ول کن. برو چیکار کن؟ دنبال جر و بحث نباش، دنبال درگیری نباش. داره میگه برو ول کن. بعضی یکی از نمیدونم کدوم لهجه میگه به برادر میگن برا ول کن. این بندریان. آره بندریان میگن. یه شهر دیگه هم میگم، فکر کنم شهر شمالی باشه. اون براره. برار انزلی میگن، بندر انزلی میگن. یا برو ول کن بهتر دیگه. برو ول کن، دنبال جر و بحث و درگیری نباش. دنبال براول
نباش. واژه بعدی داپلیکیت. داپلیکیت خودش داره میگه دوپل کردن یعنی کپی کردن. داپلیکیت یعنی کپی کردن. یه دستگاهی هم هست داپلیکیتور هست که سی دی ها رو کپی میکنن، دی وی دی ها رو. چند تا سی دی با هم کپی. آفرین، داپلیکیتور بهش میگن. بریم واژه بعدی ویشس. ببین یه نکته بگم، CIOUS هر جا دید با هم چی خونده میشه؟ شس. خواهش میکنم. شس تلفظ میشه. تلفظ میشه؟ شس. ویشس میشه چی؟ شرور. آقا یه آقایی بود اسمش شیس بود، خب بعد همه میگفتن شروره. میگفتن چی؟ شروره. گفتن بابا نگید اینقدر. وای این شیس دیگه آدم ویشسی نیست. وای این شیس دیگه آدم ویشسی نیست. خب پس وای این شیس، درسته؟ گفتم گناه داره بنده خدا میگید آدم ویشسی دیگه بهش زن نمیده کسی. واژه بعدی ورلینگ. ورلینگ یعنی چی؟ چرخاندن، چرخیدن، ورلینگ چرخیدن، تاپ خوردن. چی بگیم اینو؟ رینگ میتونیم استفاده کنیم. رینگ هم میتونیم. آره ورلینگ اینو مثلا اینجا اینجوری بخونیمش، RING رینگ. رینگ در حال ورلینگه، درسته؟ رینگ ماشین در حال چیه؟ ورلینگ کردنه. رینگ ماشین. ببین این یادار از تو خود لغت میاد، نیازی نیست بچه‌ها حفظ بکنن. آندرداگ. زیر دست ضعیف. خب آندر میشه چی؟ زیر. این میشه زیر. این میشه زیر چی؟ سگ. ما میگیم چی؟ زیر دست. اوکی؟ آندرداگ یعنی زیر دست ضعیف. میشه گفت میگن طرف از سگم پس داره، یعنی زیر دست داره. زیر سگ، زیر دست و اینا. بله میتونیم بگیم. تراست. هل دادن. گفتیم TH یا ث تلفظ میشه یا ذ که اینجا ث تلفظ میشه. که زبان بین دندون صدای ث رو تولید کنین. تراست. تا برگشتم به یارو گفتم تو راست میگی؟ گفتم چی؟ تو راست میگی؟ منو هل داد. منو چیکار کرد؟ هل داد. از روی تراس خوردم زمین. از روی تراس خوردم زمین. بذارید چند تا لغت دیگه هم اینجا بگیم. این یه تراست داریم. تراست یعنی چی؟ اعتماد کردن. اگه تو راست میگی من بهت چیکار میکنم؟ اعتماد میکنم. تراست میکنم. یه لغت داریم ثراست یعنی یه H اضافه شده. خب میگم اگه تو راست میگی بگو منو ثراست دادی یا نه، هل دادی یا نه. گفت تو آدم راستگویی نیستی، من بهت تراست ندارم، بهت اعتماد ندارم. چرا؟ چون اگه آدم راستگویی بودی و راست میگفتی الان میگفتی که تو منو از روی تراست کردی، هل دادی، ولی خب الان نمیپذیره که. اوکی شدی؟ اوکی. bewildered. گیج، مات، مبهوت. پیشنهادتون چیه؟ bewildered. چیزی بزنم نمی‌رسه. خیلی تابلو دیگه. این الان ما میخوایم ارتباط بدیم به گیج و مبهوت و مات و مبهوت. خب bewildered. الان این لغت چیه؟ لغت کله گنده ای نیست؟ چرا؟ اصلا تو خوندنش گیج نمیشی؟ چرا؟ bewildered بگو. bewildered. زبون گیج میشه. مات هم میشه، مبهوت هم میشه. پس bewildered میشه چی؟ مبهوت. مات و مبهوت. اوکی شدین؟ اوکی. پس اینم به خاطر خود لغت خواستیم بخونیمش گیج شدیم. چجوری بخونیمش؟ bewildered بخونیم، bewildered بخونیم، bewildered بخونیم، چی بخونیم؟ ما که چی شدیم؟ bewildered شدیم. چی شدیم؟ bewildered شدیم، یعنی گیج شدیم. وای باله بقیه. خب بریم سراغ امتحانمون. شما بفرمایید آنرولی. یادیارش بود که آن اون روی اونو ندیدی. آدم سرکشیه. آدم آنرولیه. رایول. این ایولا داره. کیه؟ رقیب ما. رایول ما. وایلنت. خب وایلنت و ما یادیارمون اون چیزی که من گفتم لنت بود، ما گفتیم ویولنت. آره شما گفتیم ویولنت. صدای وایلنتی نداره، صدای خشنی نداره. بروتل بزن.
اگه بگی برو تلاویو میاد تو ذهنت. برو تلاوی. آدم دیدی سری اومد تل بزن معنا نمیده. خشن بودن. یکم وحشی تر. یا اصلا میتونی بگی تل. میدونید خانوما میزنن موهاشون؟ آره به طرف گفتم برو تل بزن، موهاش خود پای شبیه وحشی شده. نه به آقا پسر گفتم برو تل بزن، بهتر از اینه که وحشی باشی. برو چی بزن؟ تل بزن. opponent چی میشد؟ این میشد که اوپن رو ما گفتیم رقیب میشد. اوپنای جدید اصلا سیستم اوپن یه اپوننتیه برای سیستم سنتی آشپزخونه. رقیب. براول برا گفتیم دیگه. برا ول کن. نکن خوش نمیگه. جر و بحث نکن درگیری میشه. برو ول کن جر و بحث نکن. داپلیکیت هم که همون من کپی کردن میشد دیگه. کپی کردن. ویشس SCIOUS گفتیم چی خونده میشه؟ شس. خب بای شیست دیگه آدم ویشسی نیست. یعنی آدم نگید شیست ویشسه دیگه خوب شده. آدم شروری نیست. ورلینگ رینگو گفتیم. بیا چرخان دیگه. چرخیدن. آندرداگ زیر دست میشد. زیر دست. تراست یه چیز دیگه هم داشتیم براش. تراست بود. یه لغت دیگه هم باهاش یاد گرفتیم. اعتماد کردن. آره اعتماد کردن میشد دیگه. اگه تو راست بگی به تراست میکنم. ولی راست نمیگی. چرا؟ چون یه بار منو از روی تراست کردی، هول دادی و نگفتی که کار تو بود. bewildered. اینو بخون ببینم گیج میشی یا نمیشی. این خیلی مبهمه. مات شدم مپوچ. bewildered چجوری بخونید؟ واقعا هم یکی مقدار مشکله. باید تلفظو بشنوی یه بار. خب بسیار متشکرم. میریم سراغ درس بعدی. درس 14.